خانواده و خانه محل عبادت، 1 محل تربیت، 2 محل ریاضت، 3 این 3 کلمه. 1 خانواده محل عبادت. عباداتی میشه آدم تو خونه بکنه که به هیچ وجه تو مسجد گیرش نمیاد، تو هیچ معبدی گیرش نمیاد. عباداتی تو خونه آدم میتونه انجام بده با کارهای بسیار ساده، خیلی ساده، که هیچ جای دیگه اون عبادات با اون ثوابهای عجیب و غریب گیرش نمیاد. در روایت هستش از پیغمبر اکرم که فرمود اگر زن و شوهری اگر کنار هم دیگه تو خونه بشینن، کنار هم بشینن، درد و دل بکنن، احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا، این پیش خدا محبوب تر از اعتکاف تو مسجد من پیغمبره. همین که با هم بشینن، شوخی بکنن، درد و دل بکنن. جلوس، ببینید این روایت پیغمبر شما تا حدی معنای عربیشو میتونید متوجه بشید. جلوس المرء عند زوجهی یا عند عیالهی، نشستن مرد پیش عیالش، پیش همسرش، احب الی الله، محبوب تر پیش خدا، من اعتکاف فی مسجدی هذا، تو اعتکاف تو مسجد، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر. باز در یه روایت دیگری پیغمبر فرمود اگر زنی یه ظرف آب بده دست شوهرش، از باب این که من حواسم به تو هست، با این نیت، با این قصد، فرمود ما من امرأة تسقی زوجها شربة من ما، زنی نیست که یه ظرف آب دست شوهرش بده الا و کان خیرا له من عبادت سنة، از عبادت 1 سال که صیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه، شباش شب زنده دار باشه، اون یه ظرف آب دادن بهتره. کار به این سادگی، یه ظرف آب دادن. و نقطه مقابلش پیغمبر فرمود که اگر مردی 1 ساعت در خدمت خانواده باشه، 1 ساعت یه مرد در خدمت خانواده باشه، کارایی رو انجام بده، فرمود کان، توی روایتی فرمود کفارة للکبائر، این کفاره گناهان کبیرش میشه و یطفی غضب الرب، غضب پروردگار رو مینشونه. در یه روایت دیگری پیغمبر فرمود کان خیر له من عبادت 1000 سنة، از عبادت 1000 سال براش بهتره. برای مردا بیشتر مایه گذاشتن، چون مردا تنبلیشون بیشتره، خیلی خدمت به خانواده نمیدن. از این جهت پیغمبر فرمود اگه کسی این کار رو انجام بده 1000 سال. شوخی نکردن ها. روایت صحیح و سند انبوهی از روایات داریم.